ببین یکی از مشکلاتی که بشر از قدیم داشته چون مرگ میترسه، چون فکر میکنه با مرگ تموم میشه. حالا بیدین ها خیلی بیشتر، آتئیستا خیلی بیشتر میگن ما بمیریم دیگه تمومیم، به خاطر از مرگ واقعی. مرگ نقطه سیاه مبهم وحشتناکی براش. برای بعضی کم دینداراها هم نگرانیای وجود دارن، چون تو شکن هست نیست چه جوریه، شاید ترس اینا یه جایی تو بیشتر از اون یکی هم باشه. اما یک فرد دیندار رو از مرگ باکی نیست. حضرت امیر میفرماد شوق من به مرگ از بچه برای شیر خوردن بیشتره. بچه نوزاد چجوری وقتی گرسنه میشه گریه میکنه، فقط شیر میخواد، هیچ چیز دیگه نمیخواد. خب این یکم بهش فکر بکنیم. اما اینجا یه نکته وجود داره. خب آقا من رایفی بود 50 سال 60 سال یه روز دیگه چه میدونم هر چقدر، خب من و شما هممون عمر میکنیم بعدش تمام. دو نوع اعمال داریم، یه سری اعمال متقدم از الان فرستادی، یه سری اعمال چی متأخر. اعمال متقدم پروندهش همون لحظه بسته میشه دیگه. خب نیستی که ثواب کنی یا گناه کنی دیگه، نیستی دیگه. کی میخواد صدقه بده؟ رفتی زیر خاک، هر کی میخوای باشی باش. گنده ترین آدما تا کوچیکترین آدما همین زیر خاک، هیچ هم به خود نمیبری. این اعمال متقدم مبنای دنیای برزخی شماست، یعنی بهشت برزخی بری یا جهنم برزخی بر مبنای اعمال چیه متقدمه. اما قطعا رفتارهای ما یه سری چیزا رو سبب شده. یه کاری میکنیم، یه چیزی میکاریم، انگار این آروم آروم شروع کن روشن و سرمایه گذاری کردن ها. شما نمیتونی بگی من تأثیر نداشتم. همه ما اعمال متأخر داریم. چه میدونم اون کسی که کتاب خوب نوشته خیلی باشه هدایت میشه، اون کسی که کتابی نوشته خیلی باشه چی میشن؟ گمراه میشن. کسی که بدعت به وجود آورده دین، پدرش در اومده اونور، پوستش کنده است. برای چی؟ به خاطر اینکه اینا احمق ترین آدما کسی که بدعت تو دین به وجود میاد. به خاطر اینکه یه کاری میکنی خودش هم زیادش سود نمیبره، بعد اوئه که بدعت جواب میده. چون بدعت همون اولش زیاد فاصله نداره بین دو تا خط، هر چی که میگذره چی میشه؟ بیشتر میشه. یک بابایی 700 سال پیش کتاب نوشته منهاج السنه به اسم ابن تیمیه حرانی، الان هر چی دارن سر میبرن یکی واسه اون مینویسه. همین چی شو؟ هر سری داره بریده میشه امروز توسط داعش و تکفیری و النصر، این اراذل و اوباش یک دونه واسه اون ملعون داره مینویسه، چون پایه‌گذار وهابیت. برای همین گناه اولین و آخرین یک کپی پیست واسه کسایی که از اهلش حکومت گرفتن. فهمید چی شد؟ چون بنیانگذار مشکل اینا بودن، بیخ همینا بود تا ته. آقا تو آخر الزمان طرف زنا میکنه یکی حسین مینویسه. حضرت امیر میفرماد که اگر فلان فرد به همان حکم اسلامی مخالفت نمیکرد تا آخر الزمان کسی جز افراد مریض زنا نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی الان دارن زنا میکنن واسه بابا مینوشت. این خیلی خطرناکه. خوبش هم داریم شهید مطهری، این کی از دنیا رفته؟ هنوز من میرم تو دانشگاه میبینم گروه‌های کتابخوانی چی درست کردن، شهید مطهری هنوز دارن کتاباشو میخونن. از این حیث هیچ کی به اندازه پیغمبر ثواب نمیبره. الان هر کدوم ما یه نماز میخونیم واسه آقا رسول الله می‌نویسیم، خیلی خوبه دیگه. حالا صحبت سر اینه که یکی از این چیزهایی که میتونه برای شما خیلی تأثیر داشته باشه، فکر بکنید واقعا، اینه که یه دونه اینو خودت تولید کنی بعد خودت کار بکنی. چرا یه دونه، 2 تا 3 تا 4 تا؟ الان تو میگی من 4 تا بچه دارم، 1000 سال دیگه نه 4 تا بچه نیستن. 1000 سال دیگه رو بذارید تو فرمولای جمعیتی، نمیدونم چقدر، مثلا 1000 تا 10000 تا چقدر آدمن که هر چینا نماز بخونن برای تو کنترل میکنه. عین شبکه‌های هرمی. روایت داریم از خودم نمیگم. فلزا مهمترین چیزی که روی کره زمین ساخته میشه یک آدمه. نمیدونید اهمیت هدایت کردن یک فرد و ساختن یک فرد چقدر مهمه. آقا رسول الله وقتی حضرت امیر رو فرستاد برای فتح یمن، قبلش خالد ابن ولید رفت، خونریزی رو انداخت، کسی هم شکست نظامی هم خود برگشت. اصلا یمن به خاطر موقعیت کوهستانش کسی نمیتونست فتحش کنه. حضرت امیر رو فرستاد، گفت یا علی داری میری اونجا، فقط اینو بدون یک نفر به دست تو هدایت بشه برای تو بهتر از تمام اون چیزی که خورشید بر اون میتابه، یعنی کل عالم دیگه، چون خورشید که کروی برای همه جا میتابه. حالا بعضی از ماها میگیم آقا بیا برو این آدم اثر بذار، میگه من نمیتونم. چرا؟ بابا این اصلا مغزشو آرماتور بستن، اینو نمیشه کاریش کرد فلان. خدا میگه یه دونه نو بهت میدم ببینم چیکار میکنی. خدا میگه یه دونه نو بهت میدم ببینم چیکار میکنی. بچت بسم الله نونشو تو بده، خودت تربیتش کن، 0 کیلومتر یه کاغذ سفید میدم ببینم چیکار میکنی. کمی فکر بکنی، یا حروم لقمه بار میاری، یا یه آدمی که تو مردی اما اونور همین تو واسه کنترل میکنه. یعنی ما داریم عزیزان طرف تو جهنم برزخی میره تو بهشت برزخی. این اعمال متأخر شروع میکنه کار کردن، چی میشه؟ همینطور کنترل میده. هر کدوم من و شما داریم میریم زیارت، یه بار شیخ عباس قمی رو با خودمون میبریم زیارت، مفاتیحش زیر بغلمون میریم زیارت. و الان این کارا رو بکنی، چون معلوم نیستش بعد مرگت چه اتفاقاتی بیفته. تو علم غیب داری، خیرات همین موقع، همین الان. بعد مرگت معلوم نیست. تازه روایتش هم هست که خیلی وحشتناک حساب میشه.
همین الان بهتره. طرف یه مسجدی ساخته هرچی نماز میخونن الان براش کنتور میندازه و برعکس یک محیط فسق و فجور و گناه درست کرده. یک جای ما به خاطر حب نفس خودمون یه کاری میکنیم بر مبنای این 100 نفر کشته میشن، 100 تا قتل برات نوشته. اصلا ما داریم اون دنیا مردم وقتی دارن محاکمه میشن یه سری گناه‌ها تو پروندهشون داد و بیدادشون در میاد. از خودم نمیگم، روایت داریم. بابا من این کارو انجام ندادم، میگه تو نکردی، مسببش شدی، مسببش تو بودی. بله با فاصله. فرزند خوب درست بکنید تا 1000 نسل بعدش ثواب بکنه براتون میفته. 1000 نسل بعدش ثواب بکنه براتون میفته. اما یه بنده پی خیلی خوبم خدا گذاشته برای مؤمنین. اگه تو سعی تو کردی بچه کج و کله در اومد، تو نوح پیغمبری بچه شد کنعان. میتونید ایراد بگیرید به حضرت نوح بگید مسئله تربیتی رو ایشون بلد نبود، من بلدم. نه درسته، اونو حساب نمیکنه، میگن سعیشو کرد. امروز اگه زنای ما میفهمیدن با بچه درست تربیت کردن چی کار دارن میکنن برای خودشون، جامعه به کنار، هیچ کی سر کار نمیرفت. یعنی دعوا میکردن با شوهراشون که من میخوام بشم تو خونه، این کار منه. اگر متوجه بودن که چقدر اهمیت داره، من یک نفر محب پیامبر و اهل بیتش درست میکنم، تربیتش کنم، اینو بسازم مثل یک بنیان مرصوص، میکسه ساختمان بزرگ، هر چی ثواب کنه برای منم مینویسن. پس من نمردم، من زندم.